درود بر شما. کسایی که توی خیابونا زخمی میشن، چشاشون کور میشه یا کشته میشن، کی جوابگوه؟ کی این تظاهرات رو انداخته؟ ها؟ تیم فرح دیبا، تیم رفسنجانی، تیم خاتمی، تیم روحانی. خب اینا برای چی؟ برای اینکه خامنه‌ای رو ترور کنن، مثلا خاتمی بیاد جاش، یا نه روحانی بیاد جاش، یا اون نه فرح بیاد جاش. دیدین تظاهرات رو به سمتی کشوندن که صداگذاری بشه توی تظاهرات و اینا. مثلا شما میگی مرگ بر دیکتاتور، ایران اینترنشنال میگه جاوید جاوید فلان، فرح برگرد، صداگذاری میشه. به همین سادگی تظاهرات میکشونن به اون زم، مثل سال 1388 که چی شد؟ دیدی از خودشون بود، میر حسین و اینا. اینا دیکتاتوری هستن. بین بازی شطرنج بین دو تا دیکتاتور نباشی. مرسی.